در نزدیکی های شهر صنعا مردی مسلمان خدا ترس از اهل کتاب زندگی می کرد. او یک باغ بسیار زیبا و سرمیوه داشت. چون وقتی حاصل غنداری می شد فقیران و مسکینان را دعوت می کرد و از میوه های آن باغ به آنها صدقه می نمود. هر شخص مسکین و محتاجی که می آمد او را ناامید نمی ساخت و به او از میوه های رنگارنگ و با لذت باغش عطا می نمود. چون این مرد سخی خدا ترس از دنیا گذشت، این باغ را پسرانش میراث بردند. هنگامی که فصل حاصل غنداری نزدیک شد، پسران بین خود مصلحت کرده گفتند: ما اهل و عیال زیادی داریم. آن سخاوتمندی که پدرمان میکرد آن را فراموش کنید. امسال حاصل را سحری بر وقت جمع میکنیم تا فقیران و مسکینان درک نیابند. ما باید نگذاریم که یک فقیر یا مسکین به باغمان نزدیک شود. این مصلحت را کردند و انشاءالله نگفتند. بعد مصلحت همه برادران به خواب رفتند. شب خداوند آفت و بلای را بالای باغ آن برادران آورد. خداوند آتشی را از آسمان بالای باغ آنها ریخت که آن باغ سوخته خاکستر شد. صبح بر وقت برادران از خواب خسته یکدیگر را بیدار می کردند. می گفتند: اگر خواهید که حاصل را جمع آورید و مسکینان نفهمند، شتاب کنید. یک جایه برادران جانب باغشان روانه شدند. بین خود می گفتند: امروز یگان محتاج را نمی گذاریم که به باغمان نزدیک شود. چون به نزد باغ رسیدند دیدند که همه باغ سوخته خاکستر شده است. اول به یکدیگر گفتند که ما راه را خطا کردیم، این باغ ما نیست. چون تأکید نمودند و یقین شد که این باغ همان باغ آنها است و سوخته خاکستر شده است، گفتند: ما را خدا از باغ و نعمت محروم ساخته است. در بین این برادران یک نفرشان بهتر و با انصافتر بود. او به برادرانش رو آورده گفت: آیا من به شما نگفته بودم که خدا را حمد گویید؟ آیا من به شما نگفته بودم که سپاس و شکر خدا را نمایید؟ برادران یک جایه گفتند: پاک از پروردگار ما به جان و نفسمان ظلم نموده ایم. این هنگام برادران یکدیگر را ملامت و سرزنش نموده می گفتند: آیا تو نبودی که همین بخیلی را به یاد ما آوردی؟ دیگرش می گفت: آیا تو نبودی که می گفتی فقیران و مسکینان را به باغ نزدیک نکنید؟ در آخر برادران گفتند: ما همه امان از حد گذشته بودیم. نعمتهای خدا را ناشکری نمودیم. بیایید توبه کنیم و خدا را شکر نماییم. شاید خداوند از این باغ بهتر باغ دیگری به ما عطا نماید. عذاب خدا این گونه است در دنیا برای ناسپاسان، برای ثروتمندان و دارایانی بخیلی که زکات مالشان را به فقیران و محتاجان نمیدهند. ثروتمندان و دارایان از این قصه درس عبرت گیرند که خداوند در نتیجه بخیلیشان ناگهان باغ و بستان، مال و تجارت، دکان و منزلهایشان را سوخته خاکستر می کند. به سوخته خاکستر شدن مال و ملکشان جانشان خلاص نمی شود. عذاب آخرت از این هم سخت تر است.